نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. آنان که ربا می‌خورند همانند کسی از قبر خود برمیخیزند که شیطان او را دچار دیوانگی کرده است، زیرا میگفتند خرید و فروش مانند رباست، حال آنکه الله خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است. بنابراین هر کس که پس از رسیدن فرمان پروردگارش از این عمل باز آید، آنچه پیشتر کسب کرده از اوست، و کسانی که دوباره به رباخواری بپردازند دوزخی‌اند و برای همیشه در آتش خواهند ماند. الله ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و الله هیچ انسان ناسپاس و گنهکاری را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.